در تالار مهمانخانه سغدیان میزی مدور در موضوع شاهنامه حکیم فردوسی سرچشمه خودشناسی و هویت ملی برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور با دایره وسیع اهل علم و ادب و فرهنگ گذرانیده شد. وابسته به مسئله بالاذکر از طرف عالمان و محققان معروضه‌های پرمحتوا شنیده شد. ضمناً تاکید یافت که اثر بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی از آغاز تا انتها سرشار مهر وطن دوستی و خویشتن‌شناسی بوده، هر فرد را جهت دوست داشتن سرزمین اجدادی و خدمت صادقانه و صافدلانه بهر پیشرفت و شکوفایی آن هدایت می‌نماید. اقدام نوبتی سرور دولت محترم امامعلی رحمان عاید به انتشار و به هر خاندان تاجیک تقدیم کردن شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی ادامه همان تشبس‌های دوربینانه و وطن دوستانه میباشد که نه تنها به بلند برداشتن احساس وطنداری مردم بلکه به بالا بردن سطح معنوی، جهانبینی و دنیاشناسی ساکنان کشور نگرانیده شده است. شاهنامه یک دانشنامه بزرگی است که در آن تمام مسائل خودشناسی، وطن دوستی، تربیوی، اخلاقی افاده شده است و فکر میکنم که فردوسی با نبوغ شایسته خودش این مسئله ها را بعد هزار ساله ها میرساند که امروز هم ارزش آنها گم نشده است. در برابر آنکه آزمون شاهنامه خوانی که اعلان شد از جانب جامعه فرهنگی و معارفچیان استقبال خیلی شایسته انجام داده شد و فکر میکنم که الکی تمام قشرهای جامعه به شاهنامه خوانی شروع کردند. خاصه تقدیم کتاب دو جلده شاهنامه برای تمام مردم تاجیکستان برای پیاده نمودن نیت‌های این آزمون سودمند خواهد بود. در ادامه میز مدور از تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یادآوری کرده شده تاکید گردید که برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی رویداد مهم فرهنگی و معرفتی برای گرامی داشت میراث بزرگ ادبی و تاریخی خلق تاجیک شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی به حساب می‌رود. این اقدام نه تنها توجه به اثری کلاسیکی ادبیات خلق تاجیک بلکه قدمی استوار در راه تحکیم خودشناسی ملی، احیای ارزش‌های تاریخی و بلند برداشتن حس خویشتن‌شناسی و وطن دوستی اهل جامعه به حساب می‌رود. برگزاری آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من، علم، فروغ معرفت و شاهنامه‌خوانی اهمیت مهم داشته احساس مسئولیت را در نهاد هر فرد وطن دوست و میهن‌پرور بیدار می‌نماید.